تنها هر سوم تاجیکستانی توانست که تا 15 آگوست شناسنامه‌های نمونه‌ای سال 1996 را به آیدی کارت‌های نو عوض کرده و سیم کارت‌هایش را دوباره ثبت نام کند. هنوز 4 میلیون سیم کارت توسط شناسنامه‌های کهنه ثبت نام شدند. به گفته ساکنان، آنها برای نوبت‌پایی طولانی در اداره‌های شناسنامه‌دهی وقت ندارند. وقت نداشتم. نکی حرکت می‌کنیم، چیز می‌کنیم که بریم. است که همین دری همون چیز روی بگیرید اوچیرات وقت نیست. ما کوی دولتی میکنم وقت نیست. 100 تومان کاسه باس بردم در نوبت استادیم شو بکردم. کی گرفتیم؟ 3 ماه شد گرفتم. ساختمانچی هم سیزن هست باید کار کنیم. کار نکنی نمیشه. اویلا خوردن نکنه، پوشوندن نکنه. بی نمیشه. تو ماه دکبر رادیوی وطن همین روز گفت دی نگفت. از این پیشتر مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی گفته بودند که تا مهلت تعیین شده عوض کردن شناسنامه‌های کهنه به نو امکان ندارد. هرچند اداره‌های شناسنامه‌دهی فعالیت خود را تا 14 ساعت کاری به راه ماندند، اما نتوانستند همه خواهشمندان را قبول کنند. از این خاطر مقامات انتظامی برای تمدید کردن مهلت به حکومت تاجیکستان درخواست فرستادند. نمایندگان جامعه شهروندی که مخالف طلبات نو درباره ثبت دوباره سیم کارت ها با شناسنامه‌های نو بودند، از تمدید شدن مهلت استقبال میکنند، ولی میگویند خود قرار حکومت در این باره غیر قانونی است و مقامات حقوق بنیادی انسان ها را نقض میکنند. به گفته آنها این یک راه دیگری ستاندن پول از مردم است و معلوم نیست که این مبلغ به جیب کی می رود. با وجود آنکه مخالفان این اقدام زیاد بودند، نوابسته از آن که اظهارات زیاد درباره پایمال کردن حقوق ساکنان تاجیکستان صدا داد، ولی باز هم لابی های این گروه کوشش دارند نقش های خود را عملی نمایند. با احتمال زیاد این گونه آیدی کارت ها آمادند و باید فروخته شوند. روز 15 آگوست با قرار حکومت تاجیکستان مهلت به قیدگیری سیم کارت ها با شناسنامه‌های نمونه نو تا 15 فوریه سال آینده تمدید کرده شد.